خیلی خوب. و یک سوال دیگر اینجا، اگر مؤمن و مسلمان به یک مؤمن برادر خود ضرر رسانیده باشد و انا همان کسی که ضرر دیده است دعای بد در حقش کرده است و با یک فرصت معین دعایش مستجاب شده است، یعنی دعای بد این انسان، آیا همان انسانی که دعای بد کرد و دعای بدش به آن کسی که ضررش رسانده بود مستجاب شد، خودش در روز قیامت گناهکار می شود؟ یعنی مظلوم در نظر دارید شما؟ بله، مظلومی که دعا کرد در حق آن نفری که ظالم بود. دعا قبول است. پیامبر صلی الله علیه و سلم اتق دعوت المظلوم، از دعای بدی شخصی مظلوم بترس، فانه لیس بینه و بین الله حجاب، چون بین دعای شخصی مظلوم و بین الله تعالی پرده نیست. گفتن بنابراین دعای مظلوم شیخ الاسلام تیمیه میگن که قبول است، اگرچه مظلوم فاسق باشدم بل کافرن، گفتن بلکه کافر باشدم. ظلم برای کافر هم روا نیست. باید مسلمان به یگان انسان، به یگان مخلوق، حتی خوک مثلا مخلوقی که الله تعالی حرام کرده است، برای ما اجازه نمیده که باید ظلم کنیم، در آتش سوزانیم زنده لای مثلا. ظلم ممکن نیست حتی به شخص کافر مشرک. عدالت در همه جا باید عدالت کنیم.